خیلی خوش اومدین. هر روز در سراسر جهان سرقت‌های زیادی اتفاق میفته. بیشتر این سرقت‌ها دزدی‌های کوچکی هستند که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند. ولی بعضی از سرقت‌ها خیلی متفاوتند. سرقت‌های عظیم با نقشه‌های پیچیده، با بکارگیری ایده‌ها و ترفندهایی که به ذهن کمتر انسانی میرسه. حتما بعضی از این نوع سرقت‌ها به حدی هیجان انگیز هستند که به سوژه های فیلم های سینمایی تبدیل می شود. در این مطلب 5 تا از دیوانه‌وارترین و معروفترین سرقت‌های تاریخ را مرور می کنیم. سرقت شماره 1، حمله به قطار گلاسکو. این سرقت برای سالها مهمترین سرقت قرن 20 بود. سرقتی 3 میلیون یورویی که ارزش امروزی این پول معادل 46 میلیون یورو است. این سرقت در سال 1963 اتفاق افتاد و بیش از نیم قرن از انجام آن می‌گذرد. قطار شرکت پست سلطنتی که از گلاسکو به سمت لندن در حرکت بود و محموله بزرگی از اسکناس را با خود حمل می‌کرد. توسط 15 نفر به رهبری بروس رینولدز که همین امسال در سن 81 سالگی درگذشت مورد حمله قرار گرفت. آنها در این سرقت از سلاح گرم استفاده نکردند و فقط راننده قطار به خاطر برخورد با یک میله به سرش آسیب دیده بود. این گروه پس از سرقت برای فرار از دست پلیس مدتی را در مخفیگاهی گذراندند، ولی در نهایت 13 نفر از این 15 نفر با کمک از سرانگشت‌هایشان بر روی کارت‌های بازی که در همان مخفیگاه به جا گذاشته بودند شناسایی و دستگیر شدند. رینولدز هم که موفق به فرار شده بود به مدت 5 سال از دست پلیس مخفی بود، ولی سرانجام در سال 1968 در انگلستان دستگیر شد و تا سال 1978 در زندان بود. سرقت شماره 2، سرقت مرکز الماس آنتور. میتوان گفت این سرقت بهترین و برنامه‌ریزی شده ترین سرقت تمام دوران است. گروهی از دزدان ایتالیایی در سال 2003 موفق به سرقتی معادل 100 میلیون یورو در یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان میشوند. ماجرای جالب این سرقت که بدون هیچ خشونت و به صورت کاملا ماهرانه انجام شد، با گذشت بیش از 10 سال هنوز تعدادی از افراد که در این سرقت دست داشتن شناسایی نشدند. سرقت شماره 3، موزه ایزابلا در بوستون. بزرگترین سرقت هنری تاریخ در این موزه اتفاق افتاد. در شب 18 مارس 1990 تعدادی از آثار با ارزش 300 میلیون دلار غارت شدند. دزدان 13 اثر هنری را از رامبرانتن، دگا، فریمر به سرقت بردند. جالبان که در این سرقت در هنگام خروج نوارهای ویدیویی دوربین امنیتی را هم با خود بردند. نقشه این سرقت شگفت انگیز بسیار کوتاه و موثر بود. 2 نفر از سارقان در لباس پلیس در زمان تعطیلی وارد موزه شدند و اینطور وانمود کردند که آنها به خاطر یک تماس اضطراری به آنجا آمدند. زمانی این 2 پلیس قلابی در حال بازرسی مجموعه بودند. نگهبانای موزه سطح امنیتی را کاهش دادند و اجازه دادند این 2 پلیس همه جای موزه را بازرسی کنند. نکته جالب آن است که سارقان هنوز هم شناسایی نشدند، هرچند که مقامات FBI اخیراً اعلام کردند که هویت سارقان برای آنها مشخص شده و آنها از محل آثار به سرقت رفته مطلع هستند. سرقت شماره 4، جواهر فروشی هری وینستون در پاریس. در روز 4 دسامبر 2008 4 سارق مسلح وارد مرکز طلا و جواهر هری وینستون شدند و در روز روشن 85 میلیون یورو از جواهرات را به سرقت بردند. در این دزدی سارقان که تعدادی از آنها خانم‌هایی با کلاهگیس بلون و عینک آفتابی بودند بدون شلیک حتی 1 گلوله به سرعت بسته‌های جواهرات را جمع‌آوری کردند و با خود بردند. کل این ماجرا فقط 15 دقیقه طول کشید. این سرقت بزرگترین سرقت در تاریخ فرانسه است. جالبان که مدتی بعد مشخص شد سرقت بزرگ دیگری که در سال قبل از آن در یک مرکز طلا و جواهر دیگر با ارزش 20 میلیون یورو انجام شده بود هم کار همین گروه بود. سرقت شماره 5، سرقت از مرکز امانات نایت بریج در بریتانیا.
یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ در 12 جولای 1987 رخ داد، زمانی که یک مرد ایتالیایی به نام والرینو ویسی همراه با همدست خود مبلغ 60 میلیون پوند را از مرکز امانات نایت بریج انگلستان سرقت می‌کنند. برای انجام این سرقت این دو ابتدا یک صندوق را از این مرکز اجاره می‌کنند و وقتی به بهانه سر زدن به صندوق خود وارد مرکز می‌شوند، مسئول صندوق و مأمور امنیتی آنجا را با طناب می‌بندند و بر روی درب ورود علامتی با این مضمون که صندوق موقتا تعطیل است نصب می‌کنند. سپس سایر همدستانشان هم به آنها ملحق می‌شوند. این گروه بسیاری از صندوق‌ها را سرقت می‌کند. والریو به آمریکای لاتین می‌گریزد، ولی همدستان او دستگیر می‌شوند. البته خود والریو مدتی بعد به دنبال اتومبیلش که یک فراری مدل تستاروسا بود به انگلیس برمیگردد و دستگیر می‌شود. والریو به 22 سال حبس محکوم می شود و پس از آزادی در سال 2000 در یک درگیری با پلیس هدف گلوله قرار می گیرد و کشته می شود. دوستان عزیز، اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب، زنگوله را بزنید تا به محض اینکه ویدیویی منتشر بشه شما آگاه بشید. و از شما دوستان عزیز ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودین.